بازی منچستر سیتی و لیورپول این یک رقابت عادی نیست. برخورد دو قبیله منطقه انگلیا و همزمان برخورد دو مربی کاردان و کارچالان. ما دایر به دیدار مذکور از مخلصان نظرسنجی پرسیدیم که آن را پیشنهاد شما می‌گردانیم. البته منچستر سیتی هم دسته بسیار هم پرقوت است، اما من میخواهم که لیورپول در این دیدار غلبه به دست بیارد. با فکر من دسته سیتی غلبه میکند، برای آنکه دسته سیتی به نهایت دسته پرقوت میباشد. لیورپول در زمینه دوم است، دوم است. فکر میکنم در این بازی دسته منچستر سیتی امکانیت بیشتر برای غلبه دارد، چون که بازیگرانشون سطح رقابت بازیگران خیلی خوبند. ولی با فکرم دسته منچستر سیتی در این بازی غلبه به دست میارد. فکر شما کی گل میزنن؟ هالند یا محمد صلاح؟ یکون بعد ممکن محمد صلاح. ارلینگ هالند حمله‌گر مرکزی میدان است، شاید امکانیت به او بیشتر باشد و اگر با فرمای ورزشی محمد صلاح نیز نظر اندازیم، او در حالت بهترین ورزشی قرار دارد و او نیز امکانیت دارد که با زدن گل دست یابد. شاید بازی 3 بر 0 یا 4 بر 0 شود، ممکن هالند گل بزنه، رودری. من مخلص اشدی محمد صلاح هستم. محمد صلاح به پیش. شما نیز بی‌طرف نباشید و حتما درباره این بازی نظر خود را بنویسید. هالند گل میزند یا محمد صلاح؟ خلاص ما انتظار اندیشه های شما هستیم. تا دیدارهای نوبتی، سربلندی باشید.